ما فخر میکنیم که تاجیکیم و تاجیکایی که اسلام نشناختن. به نام خداوند بخشنده مهربان. به نوار توجه کنید. Таджики снова удивляют мир. По неофициальным данным, именно таджики занимают первое место среди всего русскоязычного мира по количеству людей, которые знают книгу Аллаха наизусть. Они изучают и преподают книгу Аллаха по всему миру. И мой первый учитель по Корану тоже был таджик, альхамдулилля. Таджики лидируют по хафизам Корана среди народов СНГ. من شخصا نمیشناسم. برای این ترویج تشویق هم ندارم. نمیشناسم راست میگم. لیکن وقتی دیدم خیلی از نوارش خوشم اومد. برای چی؟ برای اینکه ملیت من تعریف داره. گفت که تاجیک‌ها مثلا دنیا رو چه به تعجب وارد شدن. با چی؟ با اینکه بسیار قرآن عزب میکنن و از همین اون قومیتایی که به روسی گپ میزنن بسیارتر همین تاجیک‌ها به قرآن علاقه دارند و حافظای قرآن زیاد دارند و خودش هم اعتراف دارد که اولین استاد او تاجیک است. خب این هم یک نمود اعجازی پیامبر صلی الله علیه و سلم است که در حدیث صحیح گفتند که اگر علم در ثریا باشد فرزندای فارس اون علم را تناول میکنن و برای مردم نشر. این حدیث های زیاد است. بعضی لوت ایمان میگه، بعضی لوت علم میگه و این مردم تاجیک عملا نشون داد. بنابراین این دلیل بر اون بکند که اسلام در رگ و خون و پوست و استخوان مردم تاجیک جا شده است. بنابراین تا حال تاثیر مردم تاجیک در جمهوری های پس و شوروی دیده می شود و اکثر امام ها یا که اکثر اونها که قرآن عزب میکنن چه در کافکاز و چه در دیگر جاهای تتارستان و باشقرتستان اونجا تاجیکای ما هستند. البته جای فخر است. ما فخر میکنیم که تاجیکیم و تاجیکایی که اسلام نشر میکنه، تاجیکی که دین محمد صلی الله علیه و سلم را نشر میکنه. خوشا به حالش، خوشا به حال اون تاجیکی که مصداق همین سخن پیامبر صلی الله علیه و سلم شد که گفتن که علم اگر در ثریا میشد اونها میگرفتند و بعد علم نشر